السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موزع مكان الدعاء الله سبحانه وتعالى هر یک ما شما رو به جو مکان مقدس برسانه. در اینجا هر یک ما شما دعا کنیم که پروردگارا گناه های ما را بیامرز، گناهان ما را ببخش، عفو و مغفرت بگردان. خدایا ما را از تمام بلاها و آفتهای زمینی و آسمانی ما را نگهبان باش پروردگارا. ما با جز تو کسی نداریم، با سوی تو برگشت داریم. پروردگار از تو طلب عفو و مغفرت میکنیم. پروردگار خود گفته بودی که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال کنم من با آنها قریب هستم. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجابت میکردم دعای اونها را هر وقت که اونها از من طلب بکنن. پروردگار این موضوع مکان است که در خانه خدا هستیم. لبیک اللهم گفته آمده استیم. پروردگارا گناهان پدر مادران ما را ببخش، اکاها و دادرها پا و خواهران ما را. پروردگار جمله مسلمانانی که این حال در اینجا هستند دعاهاشون مستجاب بگردان، حجشون مقبول بگردان. خدای گناهاشون عفو و مغفرت بگردان. خدای هیچگاه یگان مسلمان و مؤمن و مسلمان محتاج یگان نامرد مگردان. ای الله همه ما را توفیق از تمام بدی ها و آفت ها، از تمام مشکل ها ما را بیرون بگردانی. الله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وهمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين.